اینجا با نام قلعه میر بالجوان مشهور است. در ناحیه بالجوان ولایت ختلان در زمان شوروی از آن تقریبا نشانی نمانده بود. حالا قلعه را از نو می‌سازند. نامش هم نو شده است. دیگر قلعه میر نیست. اشتراک شما گفتن سال پیش قلعه با نام میر بالجوان بود. ما تصمیم گرفتیم. شما گفتین گپی درست گفتین که بسیار جاهلیت بود، ظالمی بود و دیگر بود. ما تصمیم گرفتیم که قلعه را برقرار کنیم نه با نام میر بالجوان. قلعه از آن خلق است، قلعه با نام بالجوان شد. قلعه بالجوان اودی. با گفته این منصبدار بازسازی قلعه 80% اجرا شده است. خبرنگاران از آن پرسیدند که چرا دیوار قلعه از گل نیست و این مکان تاریخی در شکل پیشینه‌اش برقرار نشد. رئیس ناحیه بالجوان گفت در جای پیشینه قلعه به جز 2 لوله آبگذر چیزی دیگری نیافتند. زمانی ما یگان وجه یادگاری تاریخی ماندگی نبود، فقط که یک دو تا قبرهای آبگذر یافتن همینجا. متاسفانه حالتی که اول بود نیست. لیکن با در اساس سپارش رهبر دولت حکومت جمهوری ترکستان همزمان با اکادمی علم‌های پرزیدنت جمهوری ترکستان و وزارت فرهنگ جمهوری ترکستان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان همزمان از حساب بودجه‌های محلی ناحیه بالجوان همین قلعه از نو برقرار کرده شده است. قلعه میر بالجوان که آن را قلعه بیک هم می‌نامند در بلندی در مرکز ناحیه جایگیر است، در ساحل دریای سرخاب. طبق کتاب‌های تاریخی میران بالجوان در عصرهای 16-19 در اینجا زیسته‌اند. با وجود دیگر کردن قلعه و حفظ کلمه میر از نامش، ساکنان هنوز این مکان را قلعه میر بالجوان میشناسند و نام میبرند. از این پیش در ولایت سوغ نیز قلعه یک زمان مشهور تیمور ملیک را در کنار رود سیر در خوجند تعمیر و بازسازی کردند. آن را اکنون قلعه خوجند معرفی میکنند. بدون تیمور ملیک. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه بالجوان.